الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، بارك الله فيكم. این آوازه هایی که امروز در بین بسیار مردمی که خود را به اسلام نسبت میدهند، مسلمان ها هست که گویا در بین قرآن و بالخصوص در بین صفحه های بعضی از سوره های معین گویا طور از موی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وجود دارد، یا قاش رسول الله، یا میجه میگویند، میجه رسول الله. عموما یک موی رسول الله صلی الله علیه و سلم گویا وجود دارد. این را بیکابید، یعنی هر کسی که قرآن دارد این قرآن را صفحه زند، حتما موی از اونجا بیرون می شود و بعد از این همین موی را به آب اندازد، آب را بنوشد، حتما سببی شفا شدنش، شفا بخشش می شود. البته در این مسئله کمی صحبت کردیم، لیکن باید تنبیه بدهیم که اصل این عمل چگونه است. اصل این عمل شرک است. برای آنکه همه ما اتفاق میکنیم که موی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم امروز وجود ندارد و موی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خود به خود در درون قرآن هایی که در تاجیکستان و ازبکستان در آسیای مرکزی هستند به اونجا نمی رود. و البته این قرآن ها نو به چوب رسیدند. پس در درون این قرآن ها یقینا به یگان اختلاف، یقینا موی قاش رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یا موی ریش رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یگان نمود موی از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وجود ندارد. پس این چگونه موی است؟ والله اعلم. این موی یا جن گذاشته یا شیطان گذاشته یا بعضی انسان ها خودشون با همین گونه سخن ها بازی میکنند که این همه این یک شیطنت است، این همه یک گمراهی و البته که نگفته نماند که این شرک است. در سخن گذشته نگفتیم، در همین جا کمی کوتاهی کردیم که شرک بودن این عمل باید بیان کرده میشد. باید بدانید که النافع الضار، نفع رساننده، شفا بخشنده و ضرر رساننده و مریضی دهنده و کسلی دهنده این تنها الله است. و هر کسی که طلب شفا را از غیر الله میکند و هر کسی که میگوید، اعتقاد میکند که انامین مو 100% شفا میبخشد، انامین مو شفا بخشنده است، شفا در همین مو هست، میگوید والعیاذ بالله مشرک، مرتد و کافر شده است. تمام عملهایی که پیش از این روز انجام میداد، عملهای خوب از نماز و از روزه و حج و عمره، همه اش باطل است. خیلی که الله میگه لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. اگر شرک اکبر را انجام دادی، تمام عملهایت نابود می شود، حبطه می شود، نیست می شود، محو می شود و تو از جمله خاسرین می شوی، یعنی زیان کشیده ها می شوی. الله المستعان. پس هر کسی که همین اعتقاد را دارد که این مویی که امروز گویا از بین قرآن گرفته می شود، گویا کدام مشرک خواب دیده است، کدام ملای خواب دیده است والعیاذ بالله و میگوید که انامین حق است و انامین مو شفا بخشنده است و شفا می بخشد، میگوید داند که مشرک است و مرتد است. برای آن که شفا در دست الله است و ما مسلمان ها و موحدین باید شفا را از الله بطلبیم. هر کسی که شفای کسلی را از غیر الله میطلبد و اعتقاد میکند که غیر الله شفا بخشنده است و در دست غیر الله شفا وجود دارد، این انسان مشرک است و مرتد است و با همین اعتقاد بمیرد، به او جنازه خوانده نمی شود. او را به قبرستان مسلمان ها گور کردنش حرام است و البته که او با همین عقیده اگر بمیرد همیشه در جهنم است.
چخیلی که الله سبحانه و تعالی میگوید در سوره نساء که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. الله سبحانه و تعالی شرک انجام دهندگان که با شرک انجام دادنشان وفات کردند، یعنی شرک اکبر را انجام داده اند و توبه نکرده وفات کردند، اونها را نمی بخشد و غیر از شرک اکبر دیگر گناه ها را و غیر از شرک البته اکبر و اصغر، غیر از شرک اکبر و اصغر دیگر گناه ها را به کسی خواهد می بخشد. اینو دلالت میکند که هر کسی که شرک اکبر را کرد همیشه در جهنم است. پس کسی اعتقاد بکند، بار دیگر بگویم که غیر از الله شفا داده میتواند، موی شفا داده میتواند، این مزار، این خاک قبر، این پوست درختی که مزار دارد اعتقاد بکند که اینها شفا بخشنده است، والعیاذ بالله مشرک است. اما اگر اعتقاد بکند که این موی شفا بخشنده نیست، شفا بخشنده الله است، تسلی دهنده هم الله است، درست کننده هم الله است، منفعت بخشنده هم الله است، شفا در دست الله است، اما این موی یک سببی شفا یافتن از کسلی ها است، این یک معجزه است، این سببی ان شاء الله کشایش کار می شود و این و آن می شود بگوید، والعیاذ بالله باز به شرک واقع شد. اما شرک اصغر است. این گونه شرک را هم الله سبحانه و تعالی نمی بخشد، خیلی که در عموم آیت سوره نساء آمده است و این چنین انسان در روز قیامت به عذاب الهی گرفتار است و بعد از عذاب الله سبحانه و تعالی او را بعد به جنت داخل میکند، اگر البته که به شرک اکبر واقع نشده باشد. پس بزرگترین گناه این شرک اکبر است و کفر اکبر است و بعد از این شرک اصغر است. پس ای مردم، از این خرافات، از این سخنهای باطل، از این شرک و کفر دست کشید. این ملایی که این خواب را دیده است و همه را دعوت میکند که من خواب دیدم که در بین قرآن یک تاری موی رسول الله است، قرآن را بکوبید و این موی میجه رسول الله را بیابید که همین شفا است، این انسان به همین سخنش مشرک شده است. این ملا نیست، این کدام شیطان دروغگو است، این کدام کذاب است. والله اعلم یگان رافضی است یا ملای صوفی است که مردم را اینا فقط به سوی شرک میبرند، به سوی توحید نمیبرند، مردم را به سوی جنت دعوت نمیکنند. اینها مردم را به سوی فقر، مردم را به سوی جهنم دعوت میکنند. خیلی که پیشوای اینها شیطان مردم را به سوی والعیاذ بالله فقر و جهنم دعوت میکرد، به سوی ظلماتی دعوت میکرد. اما الله سبحانه و تعالی مردم را به سوی نور دعوت میکند، میخواهد که مردم از ظلماتی و بدبختی و شرک و کفر برایند به سوی نور و هدایت و جنت. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین كفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. پس این پیشوای شما، این ملایی که این خبر را داده است، دانید که اولیای شیطان است، دوست شیطان است، دروغگو است، کذاب است و خواب در این مسئله هیچ حجت نمی شود. هیچ کس در دین اسلام حق ندارد که خواب ببیند و بعد از این بگوید که فلان عمل را انجام بکنید، حالا که این عمل شرک اکبر است و این عمل مطلقا شرک است. پس ای زنها، ای خواهران، ای مادران، ای انسان‌هایی که شما از دین خود بیخبرید، از حقیقت این شرک بیخبرید، بعد از شنیدن این سخنها توبه بکنید، به سوی الله بازگردید، وگرنه عذاب بزرگ شدید در انتظار این چنین انسان‌هایی هست که عملهای شرک را انجام میدهند. بارک الله فیکم.